بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کارمون رو با آموزش نرم افزار استرالیوم برای استرولوژی یا دیگه قرار به آموزش فارسی داشته باشیم مثلا که نجوم احکامی داشته باشیم. البته خب همونطور که میدونید استرالیوم یه نرم افزار شبیه ساز آسمونه و بیشتر برای استرونومی یا علم هیئت به کار میره، ولی قابلیتایی داره که به ما کمک میکنه خیلی بهتر آسمون رو بشناسیم، حرکات ستاره رو و درک بهتری از خود استرولوژی یا تنجیم داشته باشیم. دیگه هم وارد نحوه دانلود و نصب و اینا نمیشم چون خیلی ساده است. میتونید وارد خود سایت استرالیوم بشید. یه نرم افزار رایگانه، هم نسخه مک داره هم ویندوز و خیلی راحت دانلود و اینستال میشه. بریم همین ردیف اول شروع بکنیم با لوکیشن ویندو که با کلید F6 هم باز میشه. و اطلاعاتی که اینجا دارم current location information، اطلاعاتی که همین الان سیستم شما اونجا وجود داره و آی پی شما رو داره شناسایی میکنه و این الان به عنوان current location از دیفالت هم شناسایی کرده. مثلا اگه شما الان بزنید سئول، ماشاءالله سرعت اینترنت منم فوق العاده است به سرعت سیستمم. الان داره ماهیت شبیه سازی شده آسمون رو توی سئول به شما نشون میده. اگر بخواید از مرکز مثلا به سمت جنوب غرب نگاه کنید و اگر شما برگردید به دیفالت لوکیشن همونجا که بوید نشون میده. اگه ببینید عرض و طول جغرافیایی اونجا داریم که به درجه و دقیقه و ثانیه داره نشون میده، این عرض و این هم طول. اما مثلا یه جایی میخواید، یه مکانی میخواید که اطلاعاتشو ندارید، مثلا بذارید ببینیم مثلا یه جایی مثل تفرش، من اینجا قبلا حتی وارد کردم و اوکی، ولی مثلا ارزم به خدمت همراهتون که فراهان میبینیم که نیست. خیلی راحت و خیلی تمیز میتونیم بیایم توی سایت نشان که یه قابلیت خیلی خوبی برامون داره. اینجا سرچ میکنیم مثلا فراهان، شهر فراهان، مثلا یه جا هم تو بزنید فعلا من بیشتر میخوام قابلیتشو ببینید. ببینید به صورت کاملا دقیق تا مختصات تحت کوچه هم میتونه بهتون بده. این اگر روش کلیک بکنید اینجا اطلاعات پایین رو به صورت طول عرض جغرافیایی میده، مثلا 34 50 29 دوباره اطلاعات به صورت درجه میده. اگر ما همین عدد رو، این 34 50 28 رو اینجا به صورت درجه‌ای وارد کنیم و بعد اینتر، خودش خیلی راحت تبدیل میکنه به درجه و دقیقه و ثانیه. همینطور اگه عرضشو 49 69 01 بزنیم و وارد کنیم اینتر، بهش اطلاعاتی میزنیم. برای ارتفاع از دریامون خیلی اهمیت نداره تو تنجیم، ولی اگه بخوایم بدونیم میتونیم سرچ کنیم و بدونیم که ارتفاع مثلا شهر فراهان که اینجا تو نقشه با این علامت قرمز هم نشون داده چی هستش. حتی میتونیم به عنوان کارنت لوکیشن هم استفاده بکنیم. البته نمیخواستم استفاده کنم ولی حالا شد. بعد اسمشو مثلا بذاریم فراهان، ریجنش هم که سوفرن ایژیا، بعد اینم بذاریم سیستم دیفالت بشه. لازم هستش که خودمون انتخاب بکنیم تایم زون رو دیگه. این که همین add to list. یکم سیستم من کنده وگرنه این سریع باید میومده اینجا. الان اگه سرچ کنیم فراهان ببینیم که اومدش. اگه انتخابش بکنیم اینجا میبینیم که دیگه آسمونه فراهان به اون نشون داد.
خب و اگر بخوایم اینو به عنوان کارنت لوکیشن از دیفالت هم بذاریم که انتخاب میشه. یعنی اگه من مثلا اینجا بیام بزنم توکیو یا هر جایی، ناکازاکی مثلا، آسمون ناکازاکی داره نشون میده. و اگه برم توی دیفالت لوکیشن، اون مکانی که تو فراهان انتخاب کرده بودیم با اون ارزش جغرافیایی رو به اون نشون میده. خب فکر کنم که تا اینجا کافی باشه برای این جلسه. امیدوارم که این جلسه کوتاه براتون مفید فایده باشه. التماس دعا و فعلا خدا نگهدار. ان شاءالله تا جلسه بعد.